کتاب علم. کسی را که الله تعالی برایش اراده خیر داشته باشد به وی در امور دین دانش می دهد. از معاویه رضی الله عنه روایت است که گفتند از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند کسی که خداوند برایش اراده خیر داشته باشد برای وی در امور دین دانش می دهد. من تقسیم می کنم و الله تعالی می دهد و این امت تا ظهور نشانه های قیامت بر امر الله تعالی پایبند خواهد بود و مخالفت دیگران ضرر به ایشان نمی رساند. رواه البخاری.